سال‌هاست داری ترید میکنی هنوز استراتژی تست شده نداری. آقا خیلی رک بهت بگم برو اصلا تو بیزینس ترید نمون. یعنی چی استراتژی تست شده نداری؟ 10 ساله داری ترید میزنی استراتژی تست شده نداری؟ برو آقا جمع کن برو، خدا نگهدارت، ترید جای تو نیست. سلام، من امین هستم، این کانال نیکد تریده در کنار کانال امینمیشن که انیمیشن در مورد ترید میسازم. این کانال به توضیح در مورد مباحث روانشناسی ترید اختصاص داره. ممنون از حمایتاتون. بریم سراغ اصل مطلب. استراتژی تست شده. به جرئت میتونم بگم این قضیه مخصوصا کسایی که با تحلیل تکنیکال کار میکنن، چون با آمار و احتمالات سر و کار داریم، اگر شما برید اینترنت، یوتیوب، کانال‌های تلگرامی اینو نگاه بررسی بکنید، به جرئت بهتون میگم کمتر کسی راجع به این قضیه صحبت کرده. به جرئت اینو بهتون میگم، در صورتی که اصلا اساس مطلب همینه. شما با تحلیل تکنیکال داری آمار احتمالات رو به شرطی که به بهترین شکل استراتژی تو اجرا بکنی به نفع خودت ورق رو برمیگردونی، به شرطی که بهترین حالت و ورژن استراتژی رو اجرا بکنی. آمار احتمالات رو به نفع خودت میچرخونی، ورق رو برمیگردونی. چطور توضیح میدم؟ ببینید شما وین ریت یه استراتژی از 50%، با عدد و رقم براتون بیام صحبت بکنم. وین ریت یک استراتژی 50% و میانگین ریسک ریوارد. چون ببینید بعضیا میان میگن یه استراتژی هست این وین ریتش اینقدر، ریسک ریواردش اینقدر. من یه چیز دیگه میخوام بگم، اینو به جرئت میگم کمتر کسی اینو میاد میگه، میانگین ریسک ریوارد. چرا میگم میانگین ریسک ریوارد؟ برای اینکه شما یه استراتژی هست ریسک ریواردش 1:2، ولی خیلی وقتا شما میبینی 1/1.7 شما اونجا ترید میکنی و میای بیرون، میانگینت میشه 1/1.7، 1/1.5. توجه میکنی؟ حالا برگردم به اصل مطلب. وین ریت 50%، ریسک ریوارد 1/1.5. خب این چیز دیگه سودده میشه دیگه. شما به میلیون‌ها دلار هم میرسی به شرطی که استراتژی تو دقیق اجرا بکنی، که گفتم معمولا کسی به این نقطه یا نمیرسه هیچ وقت یا دیر میرسه. حالا برگردم به اصل بحث. استراتژی تست شده وقتی نداری چه اتفاقی میفته؟ ببینید شما میگن آقا صبور باش، صبر. ببین صبر یه واژه‌ایه که بله درسته، ولی اگر شما ندونی چجوری به صبر برسی در ترید، میشه همون مثل توانا بود هر که دانا بود، یه حرف کلیه، چه ربطی داره؟ چجور صبور باشم؟ ما با دنیای احتمالات سر و کار داریم. شما وقتی استراتژی تست شده نداری، نمیدونی آیا الانی که 4 تا استاپ پشت هم خوردی آیا بعدی هم استاپ میخوری یا بعدیه تیپی میخوره. شما استراتژی تست شده نداری، نمیدونی چه اتفاقی میفته. خشمگین میشی، اوور ترید میکنی، لات بیش از حد به کار میبری، استاپتو برمیداری، کال میشی. چرا؟ استراتژی تست شده نداری. نمیدونی آیا شما در یه مجموعه 40 ترید، مثلا میگم 50 ترید، چند تاش تیپی میخوره و این تیپی ها چند درصدش خود 1/2 رو تاچ میکنه. اینو کسی بهت نگفته و نمیگه، خودت هم اصلا نمیدونستی. آقا سالاست دارم ترید میکنم، دارم درجا میزنم. به قول اون قسمتی از اون انیمیشن، سگ تو ترید، گربه تو ترید، لعنت به ترید، فوش. حالا من چیز صادقانه بگم، من اینا حالا اون سانسور شدهش، من خودم فوشای کدار دادم به ترید، خودم دارم اعتراف میکنم. در ادامه حالا با هم صحبت میکنیم که به چه جاهایی در ترید رسیدم. خب پس استراتژی تست شده در یک بازه 40 الی 100 ترید میتونه 30 تا هم باشه، بستگی داره. شما وقتی روزی یه ترید میزنی حتی 25 30 تا هم اوکی، ولی وقتی روزی 10 تا میزنی نه، به نظر من حداقل 100 تا 200 تا ترید باید بزنی، یا 100 ترید یا 3 ماه. شاید یکی بگه یا خدا 3 ماه من وایسم. بله آقا 8 سال وایسادی 3 ماه هم وایسم، 9 سال وایسادی 3 ماه دیگه، پس چی؟ اصلا غیر از این باشه آقا چیکار میکنی؟ آقا خدا نگهدارت برو. اصلا اصل ترید یعنی استراتژی تست شده. چی میگی واسه خودت؟ استراتژی تست شده نداری؟ یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم. اینا رو که من دارم میگم، من اینو تجربه دارم و میشناسم آدمایی که طرف سال‌هاست داره ترید میکنه هنوز استراتژی تست شده نداره. میگم وین ریت چقدر؟ نمیدونه. میگم ریسک ریوارد
چقدره؟ نمیدونه. میگم اصلا با چه استراتژی وارد میشی؟ نمیدونه. آخه اصلا این تریدر نیست واقعا. حالا در ادامه میام سراغ کتاب 7 گناه کبیره تریدری، اثر یه خانمیه که اسمش از یادم رفت، دکتر اناری این رو چیز کرده، این کتاب تبدیلش کرده به کتاب صوتی. در مورد اونم صحبت میکنم که دقیقاً با همون مفاهیم مسیحیت، اون 7 گناه کبیره مسیحیت توی ترید هم هست دیگه. حالا معادلهاش حالا راجع به اونم صحبت میکنم. ولی این یه قسمتش که عجله هستش، صبر. حالا از تجربیات خودم هم بگم، ببین من خودم اون اوایل که صد بهتون گفتم رویا پردازی نکنید، $100 شد $108، بعد کال شد از 108 رفت 0، بعد یه بار دیگه شارژ کردم $100 دومم رفت تا 25، ولی 25 اومد رفت تا 180. صبر. چون ما نمیدونیم در چه بازه‌ای تریدای سودمون استارت میزنه، در چه بازه‌ای تریدای زرادهمون استارت میزنه، در چه بازه‌ای تریدای زراده متوقف میشه، در چه بازه‌ای تریدای سوده دوباره شروع میکنه. نمیدونیم تا زمانی استراتژی تست شده نداشته باشی. پس این که طرف میگه صبور باش، خب ببخشید توانا بود هر که دانا بود، چه ربطی داره؟ زدانش دل پیر برنا بود. صبور چجور صبور باشم در یک دنیایی که سرشار از علامت سوال و احتمالات محتمل هستش؟ پس استراتژی تست شده باید داشته باشی. اگه حوصله‌اش رو نداری، میخوای وقت بذاری بابتش، خدا نگهدارت. مخلصیم. فعلا امیدوارم که مفید و آموزنده بوده باشه این ویدیوها براتون. مخلصیم.